ما باید دست یگون پریشت یگون چی نیست؟ مرمه یگون مور پر نمیشه آخه اگر مور هم باشه نمیگذه خب نگاه نکنی الهام جان نگاه نکرده بسم الله و برای که احساس میکنی چیه یگان چیزی ضرر میآوردگی برای تو برای یگان هنرمند نیست بسم الله الرحمن الرحیم گفتن خودش الکه به نام خداوند بخشاینده و مهربان است هیچ بلاد نمیزنه دست انداز نگاه نکنی الهام انا به خدا چیزی جمیده است نگاه نکن ای مردگو بولا بالو به خدا یک کرکدله چه دو بالو به خدا اینا بگیره باره نه با خدا من به ترسم ای چه بانو به خدا اینا بیه با چه و تات هفت شوی به اینو ترسیده چه الهام ای با خدا ما سخت می ترسم یکم بسم الله الرحمن الرحیم بهترین به نام خداوند بخشاینده و مهربان می درارم دست خود را به نیت مورد چه ایت خیلی استاد نمیشه همیشه نکنیم جویم دگونش دیگه مونیم همین شوخی و چی میگن کوزری برنامه ما همی های انداز بابون ای بچه بسم الله الرحمن الرحیم ای چیه؟ نگاه نکن هر دو دست انداز و احساس میکنی چیه چی نیسته نگاه نکن الهام قاعده بازی نگاه نکردن او های اگر اون ما نگاه کنیم چی معنی نداره بانو میخدو چیزی هست جمیده است ای استاد جان بخدا من بخدا گرده میترسم خیلی چیزا من منظرت میخوام پیشکی حضور خواهی میکنم همیشه جوش دیگه چی مونی خیلی جوش دیگه چی دیگه مونی انا نیم ساعت فوتبال هم کنیم من هیچ چیزا سخت میترسم الهام همین تماشابین دلش برای تو خلوق میشود دیگه که این دست که اندازی جره این جای دستی راسته چقدر در پای دست در پای راست طفلی چپ نگاه نکن با چه نگاه میکنی اخی برای همین این مردک این رفته یه بچه بطره مورا نجومه بیا 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 استاد جان بخدا بخشیش منو میخدو واه اینا ایشی سوما چیزی هستن ای بانو میخدو ترس مرخ کد بی بخدا خواهیش میکنم بخدا من بخدا تمام هم از حد فویجه بخدا ها بسم الله الرحمن الرحیم خیلی میگیریم هم مردک میزنه دست با چیزی هست چسبیده سه ماه گذر بچه کی جواب میگه من جواب تا میگم بخدا من 4 فرزند دارم که این مور کجدم چیه این دروی داره که ما بیسایبی برای تو را خوش که الهام همین تو باوری داری که من در برنامه‌ام برای هنرمندای شناخته چیزی بیارم که ضرر کنه بسم الله الرحمن الرحیم اینا نگاه کنم خیز کیسته چیزی هست اخی خیلی خیز کردم میگیره این دوله نمازی خیز میکنه هر چی خیز میکنه جو بسم الله انا ها گیر ایخ شو انداز دسته ایترم ای چیه شرمنده تو آیا چیزی مرده میترسی بخدا و داود رو جمیده است دست انداز بگی و دو جد بطره که تو کدیستن بیا دست انداز دیگر شو بگی نگاه نکن الهام استاد بخدا نگاه نکن ممکن نیست آخی شرطی برنامه ایخی نیست الهام نگاه بله میخواد با عصبون کانکا بزه باید بزه پیشیدستم بخدا ما ترا میخوانم آخی انشاءالله با خداوند که بسم الله الرحمن الرحیم انا
هولا ای بودری بده شرمانه همین چیو میترسی نگاه نکن ها اینم بودنی کردی دست هرد میزنم نگاه کردی واه چی ای بچه نگاه نکن بالا می خدا چیز پیدا شد ای بیا بیا بخدا ما بالا بیالا می ترس می نمی ای الهام بیا استاجا بخدا عراق کدمی بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دست هم دوز همونجا احساس کن همین تا بگو کی چیه چی نیسته نگاه نکن الهام زرگوش خیلی یه وقت که خشوز آه خبیدم زرگوش نه خشو احساس کنی خیلی بسم الله الرحمن الرحیم کی چیه جده چی پیجده خیلی زرگوش ها بگی آست تک برو رو خیلی کی اثبات شما کی همون زرگوش ها آخه چوده همین هی هم دوز تو نترس ای اینا نه ها چیزی هست های بخدا بچه هم ای بله به خدا فهمیدم اوش خرم کرد اوش تنبخم ده اوش موشه چیه تمام فهمیدم تمام دیگه من اصلا از استاد جون حواسط هایده بچه ما فهمیدم و خیلی معذرت میخوام کانکا من خیلی چیزا میترسم بخدا اما زرگوش گیر برو رو خیلی آه خبیدم زرگوش بچه زرگوش ها خیلی برو بیرون اثبات کنه بالا دامان شه بچه زرگوش ها بچه نه ترس باید نه میگزن نه یکون باید خیلی در بجا زرگوش بودم مگزی دیگه خیلی سنبخه باشم برو نگاه نکن ای ما بخدا تو چیزی خریدن میتونست آخه زرگوش برو بکی من استاد گیر برو بولای باید اما ای بانو میخوام جنجول کنه ای خدا یا التماس بس بانو خدا بس ای صد فایز تمام این پرادکت چی بود کانال چی خیلی بچه با استاد جان سعید استاد جان سعید بودی رمضانی با سعید جان دیدی برادر قدردانی ما استاد جان زنده باشه خیلی ما فهمید بخدا و همش فهمیدم بچه موشه زرگوش چیزی هسته با اوش تنبخه بده خبید ما پاش خرم کرد بخدا گرینی بزیر ده ما براود خسرا زخم ها داخانی کنم که ما ای خیلی دجوی بینیم که تاریخ دست نه تمام سلامت باشید کارگردان میگه که نبرارین و همه ما را فهمید این لحظه به همه شما سربلندی و بروباری ها سر بلند تمام میگیریم بگذار که در گوشه های بهترین زندگی پرواز کنید خداوند مهربان نگهبان هر یک شما باشه پروردگار دعا میکنه تاجیکستان ما میشه تینجی و آرامی میشه در خاندان هر یک شما فیض و برکت باشه آمین درسخانه های شما پر از ناز و نعمت باشه توی باشه تماشا باشه ما در خدمت باشیم خدا نگهبان همه شما باشه سلامت باشه درست امورا برو را کن اینه برو اینجا برو اینجا مونو خیلی منم پیش نه من میترسم بانو میخدم چی با کاشی که پتا بی اینترنت ما عراق کردم این عراق ما نه تو برو رام باشه زرگوش اینجا مونو من مردک میخرم قایده ای ت شرمنده مکری قایده و نگاه قایده او برو ورده موندن ایلم برای که این کارگردان گفته است که ناراضگی از طرف اسپانسر میشه و بعد که شما نادرست کردید برو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم نگاه نکن هر شب دوست منم میخوام میگازا بخدم میگازا کا او بچه سگای اوخ میگزن نخود بچه زرگوش بگزن انا قبیدم خبیده باش خدا خبیده باش بچه زرگوشه موشای بخدا خبیده باش خبیده من جواب تیم ما که بخدا من دوست جان شدی دیدی چی بودی بچه زرگوش دیدی بخدا دست ما گازیدی نه گازیدی چلیک تو داوج زدی کجا زدم اینا دستم خون شد دیدی نه